به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن در زبان آفرید. شرم کن از خودنمایی ای ادیب، خودنمایی نیست از روی تمیز. روزی محشر زیب و زینت یار نیست، این عمل ما و تو را در کار نیست. سه مشکلی با سه کار البته حل می شود. یکم، هر وقتی که شهوت دنیا به تو غالب آمد یا اینکه دنیا را سخت دوست داشتی، پس بدان در نمازت کمبودی داری، چون که الله تعالی می فرماید بسم الله. پس از آنها قومی آمد که نماز را ترک کردند و پیرو شهوتها شدند. دوم، و هر وقت بدبخت شدی و در کارهایت بی‌براری دیدی، پس علاقت را با مادرت بهتر کن، چون که الله تعالی می فرماید بسم الله. حضرت عیسی گفت الله مرا امر کرد نیکی کردن به مادرم و الله مرا بدبخت نگرداند. سیوم، و هر وقت غمناک و دلتنگ شدی، پس علاقت را با قرآن بهتر کن، چون که الله تعالی می فرماید بسم الله. شخصی از قرآن رو می گرداند، برای او زندگی تنگ و غمناک عطا می کنم. و دوستانتان روان کنید، شاید یکی عبرت و فایده بگیرند.